منتقدان دولت با ارقام بازی می کنند. آقای احمدی نژاد. نطق انتخاباتی آقای احمدی نژاد 4 خرداد ماه امسال. در ابتدای این دولت بنابر گزارشات نرخ بیکاری 12.9% بود، اما علیرغم اینکه بیش از 50% از پیشبینی حدود 50% از پیشبینی قانون برنامه برای ورود نیروی کار به بازار بیشتر نیروی کار وارد بازار شد، نرخ بیکاری به حدود 10% کاهش پیدا کرد. یعنی در همین فاصله حدود 800,000 نفر از بیکاران کشور کم شد. می‌خواهیم با رجوع به آمارهای دولت آقای احمدی نژاد مسئله بیکاری را دقیق‌تر بررسی کنیم. برای این کار به وبسایت مرکز آمار ایران می‌رویم. از منوی سمت راست روی گزینه فهرست نشریات کلیک می‌کنیم و از منویی که سمت چپ باز می‌شود ابتدا روی سالنامه آماری کشور و بعد روی سالنامه آماری کشور سال 1383 کلیک می‌کنیم. حالا با کلیک روی نیروی انسانی به صفحه جدید می‌رویم. بعد وارد بخش مفاهیم و تعاریف می‌شویم. همانطور که می‌بینید در تعریف شاغل نوشته شده کسی که در یک هفته حداقل 2 روز یعنی 16 ساعت کار کند شاغل محسوب می‌شود. حالا می‌خواهیم تعریف شاغل در دوره آقای احمدی نژاد را ببینیم. برمیگردیم به صفحه اول. روی سالنامه آماری کشور سال 1384 کلیک می‌کنیم. بعد به لینک نیروی انسانی می‌رویم. در صفحه جدید روی تعاریف و مفاهیم کلیک می‌کنیم. همانطور که می‌بینید متاسفانه در تعریف جدید در دوره آقای احمدی نژاد کسی که تنها 1 ساعت در هفته کار می‌کند هم شاغل محسوب می‌شود. به این ترتیب دولت ایشان با عوض کردن تعریف بیکار آمار بیکاری را پایین آورده است. آیا با عوض کردن یک کلمه و دستکاری در آمار مشکل بیکاری را حل کرده ایم؟ آیا این کار پاک کردن صورت مسئله نیست؟ چه کسی با ارقام بازی می کند؟ شما تصمیم بگیرید. هنر این نیست که ما کاری بکنیم که روز به روز در دنیا اعتبار ملت ایران و جامعه ایرانی کاهش پیدا بکنه و در خودمون خود گوییم و خود خندیم و خود مرد هنرمند باشیم، اما این ملت بزرگی که یکی از کارهاش این انقلاب عظیمی است که انجام داده اعتبارش در دنیا از بین بره و امکاناتی که برای پیشرفت داره به روز کاهش پیدا بکنه.